سلام علیکم اکای حاجی مرزا. در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد، یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد، همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد، حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود، در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد می کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی مرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. برادران عزیز و پدران بی نهایت گرامی، همه شما را به این روز بندگی، به این روز جمعه، سردار روزها، تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار التجای بندگی دارم که خدای مهربان قدم‌هایی که شما برای ادا کردن نماز جمعه گذاشتید، خداوند این قدم‌های شما را پر اجر و پر حسنات بگرداند و خداوند در هر یک قدم‌های شما همه لغزش و سهو و گناه‌های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و خدای مهربان از بهترین نعمت‌های جنتش همه شما را برخوردار بگرداند و خداوند محبت خودش را، محبت قرآن و اسلامش را در دل همه ما و شما بندگانش جایگیر بگرداند و تمام برادرانی که امروز در مسجد مهمان هستند، خدایا همه اینها را ما خوش آمدید میگوییم و خداوند صحت و سلامت به خاندان با تمام اجرها و ثوابها برسانشان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلكوا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: دوست می‌دارم یا میل دارم یا خواهش دارم که همه پیروان من عالم باشند. هر کسی که پیرو قرآن است، هر کسی که محب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، حبیب خدا مراجعت دارد که دوست می‌دارم که عالم باشد، یا دوست می‌دارم که طالب علم باشد، یا دوست می‌دارم که گوش کننده عالم ها باشد، یا دوست می‌دارم که دوست دارنده عالم ها باشد. از این 4 نعمت امتان من، پیروان من باید که برخوردار باشند، و الا اگر یکی از اینها در امت من وجود نداشته باشد، پس امت من هلاک می شود. از این خاطر الحمدلله که امروز در بین ما و شما اگر عالم هم نباشیم شاید طالب علم باشیم، اگر طالب علم هم که نباشیم شاید گوش کننده عالم ها باشیم، اگر گوش کننده هم دکی وقت نداشته باشیم با دلمان عالم ها و طالب علم ها را دوست می داریم. الحمدلله که این خیلی نعمت کلانی هست که الحال یک نعمت او در شما گوش کردنش، یا اینکه در دلتان محبت، 2 نعمتش اگر عالم و طالب علم هم که نباشین وجود دارد. جمعه گذشته که خیلی سوالهای زیاد در پیش ما بود، الحمدلله که ما یک قسمت اونها را جواب گفتیم و امروز باز خیلی سوالهای مهم و ضروری در پیش ما هست، اینها را هم جواب میگوییم. و چگونه که وعده دادیم جمعه های آیندهش البته در باب زکات است و کسانی که زکات میدهند چه فضیلت دارد، کسانی که نمیدهند چه وعیدهای از طرف الله برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند خبر آمده است. انشاءالله به سمع شما میرسانیم. الحال باشد میخواهم در حال سوالهایی که هست مختصرا برای شما جواب میگویم. السلام علیکم محترم اکای حاجی مرزا، با شما سوال دارم، با این سوالم جواب گردانید. پسری دارم 14 سال بیمار است، بیماری که نه زبان دارد گپ زند و نه راه میگردد، نمی نشیند و مانند طفل نوزاد دائما خواب است. اما در این سن و سال دستش حلال نکرده است. اگر با وی یگان واقعه شود با این ما ضامن میشویم یا نه ضامن نمیشویم. اگرچه ختنه نکرده هم که باشد، البته ختنه برای آدم مکلف است. این آدمی که نه زبان دارد، نه عقل دارد، نه قوت نشستن دارد، اگر مبادای از دنیا هم که گذرد، اگر دستش حلال هم که کردگی نباشد، یعنی ختنه نشده باشد، این در پدر و مادر هیچ ضامنی نیستند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟
این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد، یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد، همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد، حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود، در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. یا گفتیم وقتی که شما در بسترهایی که خواب میکنید، شما عریان خواب نکنید، یعنی برای خودتان یک لباس در بدن داشته باشین. این بهتر است که شما در جایگاه خوابتانم یعنی با لباس هایی که سبک هستند و لباس هایی که شب خواب کنک داره ما و شما، اگر با این لباس ها هم اگر در همون بستر خواب ما خواب کنیم، انشاءالله این نیک است. و پیش از خواب حتمی برای هر کدام ما و شما وظیفه این است که آیت الکرسی، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله اگر خوانیم و در دست هامان بدمیم و در تمام بدنمان اگر مالیم، انشاءالله دیگر جین نزدیک ما و شما آمده نمی تواند. اینا در حالت نشستن میشینیم در جاگه با پای طهارت، این آیت های، این سوره ها، این آیت هایی که گفتم اینها را میخوانین، در بدنتان میمالین، انشاءالله دیگر جین در وجود شما داخل نمیشود. یا جین در حالت گناه هم در آدم داخل میشود. میگه صاحب کتاب اگر وقتی آدم مرتکب یک گناه میشود، چی در حالت زنا باشد، چی در حالت عرق نوشی باشد، چی در حالتهایی که اگر نمازخوان باشد و نماز قصداً ترک کند، یعنی حالتهای گناه دهند، جین میتواند که در وجود انسان داخل شود. از این خاطر همین مرحله هایی که همین صورت هایی که بیان کردم، اگر در همین حالت ها شما پیشگیری کنید، انشاءالله جین در وجود شما داخل شدن میتواند. السلام علیکم استاد شیرین سخن. سوال: آیا پسر میتواند پدر خود را عاید شریعت سخن گوید در آن وقتی که پدر کار غیر شریعت را انجام میدهد و من بر خلاف کار غیر شریعت پدر خود را از شریعت سخن میگویم؟ آیا من در این عملم گناهگار نمی باشم در نزد خدا، حال آنکه من از شریعت برخوردار هستم؟ البته فرزند می تواند که پدر یا مادری که اگر از شریعت بیرون باشند، یعنی چی بی نماز باشند، چی در حالت مینوشی باشند، چی در حالت زناکاری باشند، یا چی در حالتهای یعنی یک گناه مبتلا هستند، فرزند اگر فرزندی سالم و صالح و خدا ترس باشد، حق دارد که پدر و مادر گوید که ای پدر ای مادر، من میدانم که منزلت تو خیلی بالاست، من میدانم که الله هر یک فرزند سپارش دادگی هست و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن. اینا من میدانم که الله سپارش دادگی است که هر یک فرزند باید که با پدر و مادرش خیلی معامله خوب داشته باشد، پدر و مادرش احترام کند، پدر و مادر باید که از فرزندها راضی باشند. اینا من میدانم، لیکن این عملی که تو انجام داده ایستاده ای، این عاقبتش خاری است، این عاقبتش عذاب است. پدر از این راحت بگرد. اگر با این طریق معامله با پدر کند، این ده گناهگار نمی شود. یعنی فقط با غیر دغلانه، یعنی ما نمی توانیم که بالای پدر و مادر اگرچه در راه گناه هم که باشد اونها را سیاست کنیم، اونها را مثال سخنهای قبیح گوییم، این ده حق نداریم. یعنی با طریقی خیلی نرم و ملایم، یا می توانیم که اگر یگان رفیق عالم داشته باشیم، یگان رفیقی که از خدا و پیغمبر آگاه باشد، اونا برده پدر و مادر مانه، اگر اونها نصیحت کنند با این راه ها باز بهتر است.
محترم اکای حاجی میرزا، من یکی از مخلصان شما می باشم. برادری دارم که او مادرزاد گنگ است. میخواهم او را عائله دار کنم. در باب نکاح آدمان گنگ روشنی می انداختید، یعنی که آنها را چی طور نکاح میکنند؟ التماس فوراً جواب گویید. ما از شهر دوشنبه برای شنیدن امر معروف شما آمدیم و میخواهیم که از شما یک دعای نیک بگیریم. با احترام مخلص شما سعدی. یعنی آدمانی که گنگ هستند آنها را نکاحشان با طریق اشاره می شود و با طریق خطی می شود. اگر با طریق اشاره فهمد که وی در معرکه نکاح اشتراک دارد و او را اشاره کنیم، او مثال با سرش اشاره کند قبول کردم گفته، این ده هم نکاح گنگ با گنگ درست می شود. یعنی از طرف همون گنگ اگر اشاره انجام یابد صحیح می شود. یا با طریق خط پیشنهاد میکنیم که همین دخترم میخواهی نمیخواهی گفته و اگر نویسد که میخواهم الک خودش چی است؟ همون قبول است. السلام علیکم داملای محترم. سوالها از دوشنبه، التماس همین جمعه جواب دهید، ضرور است اگر امکانیت باشد. از قفای شخصی که ریشی او با تیغ تراشیدگی هست نماز خواندن درست است یا نه؟ مکروه میگویم. در تمام مسائل فقهی از پشت امامی که ریش ندارد نماز خواندن مکروه میگویم. از قفای شخصی که ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد نماز خواندن جایز است. در مسجدی که امام دائمی نداشته باشد، با احترام گروه تاجران کاروان، یعنی اگر ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد از پس این گونه امام نماز قاری فاسد است. یعنی کسی که اگر همان قرائت امامی ریشدار میفهمد که غلط خوانده ایستاده است، نادرست خوانده ایستاده است، انا برای همون عالم هایی که میفهمند برای آنها نمازشان درست نمی شود. لیکن برای کسی که از قرائت او سهو و غلطی او را جدا کردن نمیتواند، یعنی گویم از اون در علمش پستر است، برای اونها نمازشان درست می شود. یعنی نماز عامی به عامی درست می شود، نماز آدم جاهل به جاهل درست می شود. فقط نماز آدم جاهل به عالم درست نمی شود. یعنی عالم از پس جاهل اگر نماز خواند نمازش درست نمی شود. سلام برادر مهربانم حاجی میرزا، من از شهر دوشنبه مخلص شما. یک برادر نماز میخواند، فرض را میخواند و سنت را نمیخواند. سوال دادیم برای چی سنت را نمیخوانی؟ جواب داد که در جای سنت قضای گذشته را میخوانم. درست است یا نه؟ نه، درست نیست. این سنت ها سنت های هدا، سنت های تاکید شده پیغمبرند. این 5 وقت سنتی که ما در یک روز میخوانیم، اگر کسی این قصداً ترک میکند در نزد پروردگار گناهگار میشود. قضایش جدا خواندن گیرد، سنت هم میخوانی، قضایی را میخوانی. این معنی را ندارد که ما قضا را خواندیم و سنت ترک کنیم. در ترک کردن سنت الک انسان گناهگار میشود. بی سامانی این مبلغ ناچیز هم که باشد در آبادانی مسجد صرف کنید. نامم را در بین آدم ها نگیرید و اعلان نیز نکنید تا که ثوابش بر من رسد. با احترام خواهر اسلامی شما. یک مکتوب نویساندن و 20 سامانی هم برای آبادی مسجد روان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر خواهر اسلامی شما با سببهای معلوم نام و نسب و نام دهام را نمی نویسم. از درگاه خداوند صحتی شما را خواهانم. خداوند علم شما را زیاده بگرداند. من دوزنده هستم، هرچند کار میکنم برکت ندارد. میگویند که با دست چپ که کار میکنی از این سبب است، یا راه کارت بستگی است، در حق ما دعا کنید. یعنی هیچ وقت این سبب نمیشود که انسان وقتی با دست چپ اگر کار کند کاری او بی فیض باشد، بی برار باشد. این غلط است.
فقط حبیب خدا همه کار با دستی راست سر کردن در امر کردگی هستند. لیکن انسان وقتی که اگر آموخته شود با دست چپ، اینا باید در خوردیش همون پدر و مادر وقتی که نگاه میکند که فرزند با دست چپ خوراک میخورد، با دست چپ همه معامله هاش میکند، همون زمان باید که باز میداشتد. وقتی وای الله که به سن سالی خیلی کلان رسید وای دیگر دستی آموخت شد، دیگر وای گردانیدن از این کار خیلی مشکل است. اگر تواند خوش به حالش، و الا نتواند این معنای را ندارد که با دست چپ کار کردن کار انسان بی فیض و بی برار باشد و کار او بستگی باشد. کار هیچ کس بسته نمیتواند. ولی بسیاری بچه ها مراجعت میکنند همین کار من بستگی هست. کار شما را هیچ کس بسته نمیتواند. هر یک مشکلاتی که در کار شما می آید شما به سوی پروردگار مراجعت کنید، انشاءالله همه کار شما را خداوند کشایش میدهد. هر یک مشکلاتی که می آید، هر یک تجارتی که داری بی‌برار است، در بالای جای نماز دعا کن، انشاءالله همه کارهای تو باقرار می شود. زنی که اسلامی باشد، قرآن خوان، سطردار، 2 فرزند دارد، شوهرش در اسلام نباشد، او را نگاه و بین نکند، زن از او طلاق طلب کند، این زن نیز گناهکار است، روی جنت را نمی بیند یا برعکس. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا میگوید کدام زنی که اگر بی اساس بی سبب یک شوهر نمازخوان دارد، یک شوهر خدا ترس دارد، یک شوهر اصلاح شده دارد، لیکن زن بازم این قدر کردارهای خوب شوهرش ناز میکند یا فخر میکند یا تکبری میکند و از این گونه شوهر طلاق را طلب میکند، این حالت در جنت بر این گونه زن حرام گفتن حبیب خدا. لیکن وقتی که شوهری که اگر خیلی کردارهای ناخوب دارد، عملهای نادرست دارد، زن از حساب عملهای ناجایز او خیلی دلمانده می شود، اگر از او طلاق طلب کند، این حالت در این زن گناهکار نمی شود. بسیار خوب می شود که اولا این زن این طلاقی که طلب می کند برای جدایی نباشد، فقط برای ترسانیدن باشد. بترساند که من با این گونه شوهر حیات بردن نمی خواهم، میخوای مثل من نمازخوان باش، مثل من در پهلوی من چگونه ای که من تربیت فرزند میکنم، چگونه ای که من هم غم خانه و غم اسلام میخورم، تو هم باید مثل من باشی گفته. و الا اگر همین شرط ها را قبول نمیکنی من با تو زندگی نمیکنم گفته. اگر با راه های ترسانیدن باشد این بهتر است. و الا از طلاق کردن او هیچ نیکی در حیات این زنی که با صاحب فرزند از پیدا نمی شود. خیلی از طلاق کردن ما و شما اجتناب کنیم، هیچ وقت طلاق کردن هم دوست نداریم، فقط با این راه های ترس اگر پیشنهاد کنیم تا که زندگی خوب شود، تا که این مرد اصلاح شود، این حالت خیلی خوب است. اگر زن در خانه تنها باشد، بی سطر قرآن را بخواند، آیا گناهکار می شود یا نه؟ خداوند در سوره احزاب خبر می دهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن اتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظیم. خداوند میگوید هیچ گناهی نیست بر زنها اگر در نزد پدرهاشان، اگر در نزد فرزندهاشان، اگر در نزد برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای خواهرهاشان، اگر در نزد زنهایی که همسایش باشد یا اینکه زنهای مسلمانی که در اون خانه پیشی و آمدگی هستند،
این حالت اگر زن به ستر هم که باشد گناهگار نمی شود. در حالت در خانه، یعنی به ستر مثل که موی سری او می تابد یا گردنی او می تابد یا دستی او می تابد، در خانه در پیش پدر، مادر، برادر، فرزندای او، الله در سوره احزاب آیت 55 میگوید که گناهی نیست در خانه. یعنی ستر میتواند زنهای ما وقتی از خانه که بیرون شد، انا در کوچه برای زنها ستر کردن فرض است که چشم مردم بیگانه با این زن نرسد. لیکن در نزد پدر و مادر و اولاد و اجدادی که در خانه دارد، نزد اینها اگر این ستری هم که کند گناهی نیست میگوید پروردگار. چند نفر را نمازخوان کردم لیکن باز نماز را ترک کردند، من گناهگارم یا آنها؟ البته آنها گناهگار هستند. یعنی شما وقتی کسی را نمازخوان میکنید و بعدا آنها باز نماز را ترک میکنند، شما در این نمازی که آنها را وادار کردین خواندن شما ثواب میگیرید، لیکن آنها دویم باره وقتی که ترک ساختن خودشان گناهگار هستند، شما گناهگار نیستین. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، خواهش میکنم با من دو کلمه را معنا و مفهومش را فهمانید. من معلم هستم. این کلمه ها این است: یکم مفلیس کیست؟ دوم خرافات چی معنی دارد؟ این برادر دو کلمه را از ما میپرسد که یکی کلمه مفلیس چی معنا دارد و دوم خرافات چی معنا دارد، مفهومش. مفلیس و خرافات هر دو کلمه عربی هستند. مفلیس کسی قشاق است، فقیر است، بینوا است، هیچ چیز ندارد، او را مفلیس میگویند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیثی را روایت میکند که پیغمبر خدا گفته بود است: اتدرون من المفلس؟ به طرف صحابه ها پیغمبر خدا گفته بود است: آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. صحابه ها چی گفتن؟ بله گفتن میدانیم. مفلس کسی هست که درهم ندارد، یعنی پول ندارد، متاع ندارد، یعنی از مال دنیا چیزی ندارد. حبیب خدا چی گفتن؟ این من امتی، این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفتن نه، گفتن نیافتید. مفلس این است گفتن از امتی من که روز قیامت آدمی نمازخوان است، آدمی روزدار است، آدمی زکات میدادگی هست، آدمی 5 وقته نماز در جماعت میخواندگی است. می آید و یأتی قد شتم هذا، این آدم گفتن میارن، این آدمی که نمازخوان بود، روزگیر بود، زکات دهنده بود، راستش میکنن. این زمان یک آدمی می آید نزد الله مراجعت میکرد است: پروردگارا قد شتم هذا، انا همین نماز، همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات میداد، در دنیا مرا دشنام دادگی بود. شکایت میکند. و اکل مال هذا، شکایت میکند، بیراه میشود. دیگر شخص می آید: الله، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات دهنده است، انا همین در دنیا مالی مرا خوردگی بود. بیراه می شود. دیگرش می آید: و سفک دم هذا، ای الله، انا همین انسانی که نماز خواند، زکات داد، روزه گرفت، در دنیا خونی مرا همین ریزاندگی بود. اینم بیراه می شود. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات،
پروردگار چی حکم میکند؟ این آدمانی که شکایت آمدن باید که شکایت اینها برآورده شود. الله از این آدم نمازخوان حسنات چه میگیرد؟ نیکی ها را میگیرد، به مقدار آن انسانایی که شکایت کرده بود حسنات میدهد. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. الله پیغمبر خدا میگوید پیش از آنه که پروردگار حکم کند که این انسان نمازخوان و روزگیر و زکات دهنده دوزخی است یا بهشتی، الکه حسناتش تمام بشود. حسنات چه الکه مردمی که در دنیا از دست این آزار دیدگی بود همش گرفتند، تمام شد. فطرح فی النار. الله نظر میکند چیزی از ثواب نیست. چی میگوید؟ فطرح فی النار، او را برداشته دوزخ پرتایید. رسول اکرم گفت انا مفلس، انا این مفلس است. گفت این چیزی ندارد از ثواب. یعنی در دنیا مفلس ما تحلیل میکنیم شخصی که مال ندارد و چیزی از اشیاء زندگی ندارد، لیکن در قیامت مفلس کسی هست که ثواب ندارد. این مفلس قیامت است. خرافات چیست؟ خرافات هم کلمه عربی است. خرافات اصلا یعنی گویم سخنهای بیهوده، یا اینکه گویم سخنهای بی اساس، مفهومی بی اساسی را دارد. مثل چی؟ مثل الحال ما میبینیم در بعض خانه ها وقتی که چای ریخته میشه خرافات تماشا کنیم، ولی در ما و شما یک شرکیات، یک خرافات به نهایت ترقی کردگی است که در باب شرکیاتش خیلی من به شما صحبت ها داشتم که کدام عملها شرک هستند. شرک باز از خرافات فرق میکند. انمون خارهایی که کشال میکنند، نعلهایی که دروازه ها میزنند، تاجرهایی که در دکانها دوشنبه میرین اکثر دکانهاش همش خار دارند، خارهای کلان کلان. یا دکانها در دور میگردین در اکثر دکانها قلنفرها کشال کردگی هستند. اینا شرک هستند، اینا شرک به الله هستند. اینا در شما ثواب نمیگیرین، اینها در دکان شما پرفیض نمی شود، اینا در سودای شما کشاده نمی شود، بلکه شما در این حالت ها باور کنین اگر خدا در تقدیر شما دولت کشیدگی باشد، با این عملهای شرکیانه حتی دولت از دست می رود. در این کار شما الله ناراحت می شود، زیرا شما شرکی به الله کرده ایستاده اید.